موجوداتی که از انقراض آنها خوشحال میشیم. شاید باورش براتون سخت باشه، اما توی گذشته موجوداتی روی زمین زندگی میکردن که حتی فکر کردن بهش هم مو به تنتون سیخ میکنه. شماره 4 مارهای تیتانوبوا، اژدرمارهایی که در جنگل‌های گرمسیری آمریکای جنوبی زندگی میکردن، با طولی بیش از 12 متر که جزو یکی از بزرگترین مارهای تاریخ شناخته میشدن. انقراض اونها حدود 60 میلیون سال پیش اتفاق افتاد و به ما اجازه اینو داده تا بدون نگرانی از این غول‌های خزنده زندگی کنیم. شماره 3 پرنده ترور. این پرنده عجیب از نژاد دایناسورها حدود 2 میلیون سال پیش در آمریکای جنوبی زندگی می‌کرده که با بیش از 3 متر قد و منقار تیزش یکی از شکارچیان بیرحم دوره خودش شناخته می‌شده. شماره 2 تیرانوسوروس رکس یا همون تیرکس خودمون، یکی از معروف‌ترین دایناسورها با دندان‌های تیز و قدرت بی‌نظیرش، یکی از ترسناک‌ترین شکارچیان دوره دایناسورها بود که انقراض این دایناسور و گونه‌های عجیب‌تر از اون حدود 65 میلیون سال پیش بر اثر برخورد یک شهاب‌سنگ غول‌پیکر به سطح زمین اتفاق افتاد. و شماره 1 مگادولون. این ابرکوسه غول‌پیکر که در اقیانوس‌های باستانی زندگی می‌کرد، حدود بیش از 18 متر داشت و یکی از بزرگترین شکارچیان دریایی تاریخ. ولی خوشبختانه این غول دریایی حدود 2 میلیون و 600 هزار سال پیش منقرض شد. حالا شما بگید انقراض کدوم یکی از این موجودات بیشتر خوشحالتون کرد؟ حقایق عجیب جهان رو در راست فکت دنبال کنید.